بسم الله الرحمن الرحیم. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند. موضوع سخنرانی ما درباره حقوق انسانی و اجتماعی در اسلام از دیدگاه مذهب حنفی است. اگر از ما پرسیده شد که بزرگترین پیام اسلام برای جامعه چی است، پاسخ ما روشن می باشد: کرامت انسان و عدالت اجتماعی. اسلام بیش از هر چیزی ارزش انسان را تثبیت می کند که در جهانی که تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری ما دیده می توانیم. اسلام قرنها پیش اعلام کرد که انسان دارای حرمت ذاتی است. این حرمت به خاطر نژاد، زبان یا ثروت از او نیست، بلکه به امر الله و به عطیه الهی مربوط می شود. خداوند متعال در قرآن کریم چندی از آیه در این موضوع آفریده است. اولین آیه آن: ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم. این آیه نشان می‌دهد کرامت انسان اصل بنیادین در اسلام است. همچنین الله متعال در قرآن کریم فرمودند: ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یعنی خداوند به عدالت و نیکی فرمان می‌دهد. عدالت ستون اصلی یک جامعه سالم است. و در یک آیه دیگری آمده است: این اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی برتری انسان ها تنها به تقواست، نه به رنگ، قومیت یا مقام اجتماعی نیست. و این سه آیه به ما نشان میدهد که اسلام بر سه اصل تاکید میکند: کرامت، عدالت و برابری. پیامبر بزرگ اسلام محمد صلی الله علیه و سلم نیز این اصول را در عمل آموزش دادند. 4 حدیثی از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ما در این موضوع اینجا بیان میکنم. حدیث اولشون که ایشان میفرمایند: المسلم من سلم الناس من لسانی و یده، مسلمان واقعی کسی است که دیگران از زبان و دست او در امان باشد. یعنی همسایه ما یا هر کسی که در اطراف ما است باید از دست و زبان ما امان باشند. وقتی که اونا از دست و زبان ما امان باشند، ما مسلمان واقعی گفته می شویم. و همچنان فرمودند: لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، ایمانتان کامل نمیشه مگر این که برای دیگران همان رو بخوایم که برای خود ما میخوایم. یعنی چیز خوبی را که به خود میپسندی باید به دیگران هم بپسندیم. اینطور نباشه که ما چیز خوب را به خود بپسندیم ولی چیزای بد را به اونا بپسندیم. همچنین میفرمایند: الراحمون یرحم الرحمن، مهربانان مورد رحمت خداوند قرار میگیرند. یعنی کسی که بر دیگران رحم میکند الله در مورد رحم الله متعال قرار میگیرد. و همچنین میفرمایند: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره، کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید همسایه خود را احترام کند، چون همسایه نزدیکترین از شخصی برای یک انسان میباشد. این حدیث که در منابع مانند صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل شده است نشان میدهد که اسلام جامعه امن، مهربان و مسئول میخواهد. در مذهب حنفی حقوق انسانی بر اساس مقاصد شریعت تعریف می شود. یعنی شریعت برای حفظ 5 اصل اساسی آمده است. ما او از 5 اصل را می نامیم. اولین اصل آن حفظ دین است، دومین حفظ آن جان است، حفظ جان، سومین حفظ آن حفظ عقل، چهارمین حفظ نسل و پنجمین حفظ مال است. این اصول نشان می دهد که اسلام برنامه جامع برای حفظ نظم و امنیت جامعه دارد. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تاکید میکردند که عدالت در قضاوت واجب است و هیچ کس حتی حاکم حق ظلم به مردم را ندارد، زیرا ظلم پایه جامعه را سست میکند. پس در فقه حنفی رعایت حقوق مردم تنها یک توصیه اخلاقی نیست بلکه یک مسئولیت شرعی است. و در نتیجه ما میتوانیم بگوییم که اسلام بر 3 اصل بزرگ اجتماعی تاکید میکند: کرامت برای همه انسانها، عدالت بدون تبعیض و همدلی و مسئولیت اجتماعی. باید در اسلام این 3 چیز مورد نظر قرار بگیرند. اگر این 3 اصول را ما در جامعه عملی کنیم، بسیاری از مشکلات انسانها در یک جامعه رفع می شود. امروز بیش از هر زمان دیگر جهان به این پیام نیاز دارد: پیام کرامت، عدالت و همبستگی انسانی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.